سلام برو بش لطفا قبلش روی ویدیو دکمه صحبت میدون کار بزن که سلام. این داستان گم شدن علی پسره که 10 ساله است. فقط برای خرید از خونه زده بود بیرون، اما هرگز بر نگشت. مادرش با چشمانش آلود توی کوچه ها میدوید، اسمش را صدا میزد، ولی فقط یه چیزی پیدا شد، کیف مدرسهش، اونم درست جلوی خرابه مطبوعی کنار محله است. همه میگفتن اون خرابه یه نفرین قدیمیه، کارخانه چوبداری بوده، اما یکی از کارگرها سال پیش اونجا زنده سوخت. از همون شب صدای علی برقی شروع شد. پیرمردی گفت هر وقت یه بچه گم میشد اون صدا برمیگرده. پلیس با سگ‌های زنده‌یاب اومدن داخل، خرابه رو گشتن. یه تونه پیدا کردن، زیرزمینیه. اونجا تاریک بود، دیوارها با ناخونهای خشک شده بود، یه ضبط صوت افتاده بود روی زمین، اما صدای علی داخلش بود. من توی تاریکیم، اون داره میاد، داره عرش رو روشن میکنه. ناگهان صدا قطع شد. هیچ وقت هیچ جسدی پیدا نشد، فقط یک عروسک با چشمایی که انگار زنده روش با خونه علی نوشته بود علی، و چشمای علی رو عروسک بود. شب بعد یه بچه گم شد، بازم خرابه، بازم تونل، بازم همون صدای علی برقی، صدای کودک خدسیده اما روی ضبط دوباره شنیده می شود. من با علی بازی کردم، اون گفت هنوز اونجاست، گفت آقای چوبداری نمیذاره کسی بره چون علی حالا با اون کار میکنه. و علی بر نگشت. ارادت. برو بچ، من کانال قبلیم با 5000 سابسکرایب، برید لطفا در این کانال منو حمایت کنید.